سلام به همه، امیدوارم حالتون حسابی خوب باشه. اگر دنبال یه روش مؤثر برای ترمیم و جوانسازی پوستت هستی، حتی میخوای موهات رو تقویت بکنی، من بهت یه روش عالی رو پیشنهاد میدم که این روزا خیلی ترند شده. بله، مزونیدنینگ و میکرونیدنینگ که اسمش رو بارها شنیدی. با من همراه باش، میخوام بهت بگم چه باید و نبایدهایی رو باید انجام بدی، اصلا این دوتا با هم دیگه چه فرقی دارن و چه مزایایی برای پوست و موت دارن. خب اول از همه بریم سراغ میکرونیدلینگ. در این روش با یه دستگاه که سرش کارتریج های سوزنی خیلی ریز داره، سوراخ های بسیار کوچیکی روی پوست ایجاد میکنی. این سوراخ ها اصلا به پوست آسیب نمیزنه، فقط پوست رو تحریک میکنه که شروع کنه به تولید کلاژن و ترمیم خودش. خب نتیجهش پوست سفت‌تر میشه، روشن‌تر میشه، جای جوشا کمتر میشه، منافذ بازت کامل از بین میره، حتی چروکای ریز هم با پوستت خدافظی میکنن. مزونیدنینگ یه قدم جلوتر از میکرونیدنینگه. میپرسی چرا؟ توی میکرونیدنینگ فقط از دستگاه و کارتریج استفاده کردیم، ولی توی مزونیدنینگ میایم از کوکتل های درمانی مثل هیالورونیک اسید، ویتامین C، ضد لک استفاده میکنیم که نتیجه درمان رو فوق العاده میکنه. پس میکرونیدنینگ فقط جوانسازی و کلاژن سازی داره، ولی مزونیدنینگ علاوه بر جوانسازی و کلاژن سازی یه درمان عمقی انجام میده. توی این ویدیو کوکتل رو میریزیم روی سطح پوست، میبینی که اصلا جذب نداره، ولی با دستگاه نیدنی سوراخ‌های ریز ایجاد میکنیم و کوکتل رو میریزیم روی پوست، میبینی که کامل داره جذب لایه‌های زیرین میشه. اینه تاثیر مزونیدنینگ. اینها رو بسته به مشکلات پوستی انتخاب میکنیم. کارتریج 12 سوزنه برای کسانی هستش که مشکلات پوستی خیلی عمیقی دارن، مثلا جای اسکار دارن، چین و چروک خیلی زیادی دارن، ولی کارتریج 36 برای کسانی هستش که دنبال پیشگیری از مشکلات پوستی هستن. کارتریج نانو هم داریم که اصلا باعث خونریزی نمیشه. فقط یادتون باشه این کارتریج ها یک بار مصرفن، به هیچ عنوان نمیتونی دوباره ازش استفاده کنی. بیا با هم کوکتل ها رو بررسی کنیم، ببینیم هر کدومش برای چه مشکل پوستی مناسب تر. کوکتل ویتامین C برای روشن شدن و ضد لک، البته حواست باشه اصلا جوش نداشته باشه. کوکتل هیالورونیک اسید کمک میکنه کاملا پوست جوان بشه، چین و چروکای ریز روی پوستت کلا از بین بره. کوکتل ضد اسکار کمک میکنه فرو رفتگی های روی پوستت کاملا بهبود پیدا کنه. کوکتل ضد لک کمک میکنه کاملا این لک های ملاسمایی و هورمونی که روی پوستت به وجود اومده کاملا از بین بره. خب میپرسی چه برندهایی الان خوبه؟ برند مزولایک عالیه، برند رویتاکر 532 برای جوانساز و کوکتل ضد ریزش موش برای جلوگیری از ریزش مو عالیه. کوکتل های ژنوسیس برای درمان های مختلف پوست تعبیه شده و واقعا فوق العاده هستش. کوکتل های فیوژن هم که دیگه حرف نداره و بهترینه. پس یه مزونیدنینگ عالی برای مشتری داشته باش تا رضایت رو توی چشماش ببین. مزونیدنینگ و میکرونیدنینگ با سوراخ‌های ریزی که روی پوست ایجاد میکنه باعث التهاب سطح پوست میشه. مراقبت‌های توی خونه به این صورته: حتما روبالشی و حوله تمیز باشه، دست و گوشی آلوده سمت صورتشون به هیچ عنوان نگیرن. ما توی کلینیک براشون زینک اکساید میزنیم که 24 ساعت نباید به هیچ عنوان دست بزنن. تا 3 روزم فقط کرم ترمیم کننده بزنن، کرم ترمیم کننده اون سیکال فیت یا لافاره. قبل از اینکه بخوای براش خدمات تهاجمی مثل مزونیدنینگ و میکرونیدنینگ انجام بدی، یه فرم مشاوره و معاینه بهش بده، تمام مشکلاتش و روتین پوستی یا اگر بیماری یا حساسیت خاصی داره داخل این فرم بنویسه برات. و کلام آخر، برای تویی که دوست داری مزونیدنینگ و میکرونیدنینگ انجام بدی، به هیچ عنوان جوش فعال و آکنه نداشته باشی، تبخال فعال روی لبت نباشه، یا اگر سابقه تبخال داری 2 تا قرص آسیکلوویر قبل از خدمات حتما بخور. بیماری خودایمنی، دیابت و حتی عفونت پوستی نداشته باشی، سابقه کلوید یا همون گوشت اضافه نداشته باشی. یعنی چی؟ یعنی اگر پوست زخم شد خیلی سریع روش گوشت اضافه نشسته باشه. همه این مشکلات رو رعایت کن تا یه خدمات فوق‌العاده انجام بدی که پوستت از این رو به اون رو بشه.
در کلینیک ما با جدیدترین دستگاه‌ها و کوکتل‌های اصل و با کیفیت مزونیدلینگ و میکرونیدلینگ رو با خیال راحت در محیط کاملا بهداشتی زیر نظر متخصص انجام بده تا نتیجه عالی ببینی. منتظر حضورت هستم در کلینیکم.